بسم الله الرحمن الرحیم. ای رحمت عام یا ابا عبدالله، ای ذکر مدام یا ابا عبدالله. حالا که نشد حرم بیایم آقا، از دور سلام یا ابا عبدالله. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام مردم، سلام دلداده های امام حسین علیه السلام، سلام زائران اربعینی امام حسین، سلام جاماندگان زیارت اربعین. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید، قبول باشه عزاداری ها و سوگواری ها و زیارت های از راه نزدیک و دورتون. خیلی خیلی ممنونم که وقتتون رو تنظیم کردین تا یک بار دیگه یاد خدا رو همراهی بکنید. یاد خدایی که هم یاد خدا درش جریان داره، هم یاد ولی خدا، دردانه خدا، حضرت ابوالاحرار حضرت امام حسین علیه السلام. گفتگوی حقیر با جای هدایت عزیز و نازنین ثانیه های بعد شروع خواهد شد. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. خیلی خیلی ممنونم که مقابل تلویزیون نشستین و همراهی میکنید برنامه خودتون یاد خدا رو. همونطور که عرض کردم میخوایم شروع بکنیم گفتگومون رو با جای هدایت عزیز که قدم به چشم من گذاشتن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدین، قبول باشه از داریت. سلام خدمت شما همه بینندگان عزیز. اگر اونایی که الان تو مشایع هستند یا دارن برمیگردن ما رو دارن میبینن، به اونها هم سلام عرض میکنم. ازتون خواهش میکنم یه سلامی از جانب من و آقای قوامی عزیز محضر امام حسین علیه السلام داشته باشید به جای ما، و انشاءالله ما هم بتونیم یه روزی مثل شما اینجوری عاشقانه بریم زیارت امام حسین علیه السلام. الهی آمین. چه فرمایش خوبی داشتین. آره، هر کسی که اگر صدای ما به گوشش رسید حتما برامون نفس بزنه و برای کلی دلی که جا موندن و الان پای تلویزیون نشستن دقیقاً برای اونها یاد بکنید و انشالله از طرفشون یه سلام به سید الشهدا بدیم. خب آره داشتم نگاه میکردم. آره این سلام زیبایی که شما فرمودین السلام علی ولی الله و حبیبه، آره زیارت اربعین با این زیارت اربعین دقیقاً همون عبارتی که جابر ابن عبدالله انصاری روز اربعین اومد کنار قبر ابا عبدالله الحسین، احبیب لا یجیب حبیبه، آیا میشه دوست جواب دوستشو نده؟ یا ابا عبدالله ما با هم دوست بودیم، من عاشق تو هستم، چرا الان جواب تو منو نمیدی؟ بعد خودش پاسخ میده. چطور؟ یه بدنی که سر نداره، بدنی که الان زیر خاک هستش، چطور پاسخ من رو بده؟ در هر صورت سلام بر ولی خدا و حبیب خدا. عبارت‌های زیبایی و قتیل العبرات، کشته اشک‌ها. بعد میرسه به این عبارت که من خیلی برام جالب هستش، و زائدن من الزاده. من میخوام بگم که واقعیتش اینه که امام بله و زادت الهما توی زیارت جامع کبیره هم هست که واقعا داره از حامیای خودش حمایت میکنه، از حامیای خودش مواظبت میکنه. و در اینجا میگیم که و زائدن من الزاده. بعد عبارت بعدی خیلی جالبه که راجع به دشمنان حضرت بیان میکنه. اولا که هدف قیام امام حسین رو بیان میکنه و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. نه از اون عبارت‌های خیلی آره، امام حسین خونشون رو در راه خدا دادن تا بندگان خدا رو از جهالت نجات بده. جهالت با نادانی فرق میکنه. چیه فرقش؟ ببینید نادانی ندانستنه. آره، دشمنان امام حسین میشناسن. شعر میگه اعرفو که حق المعرفه، تو رو خوب میشناسمت. مشکل در دایره علم نیست. امام حسین علیه السلام امام پیغمبر گذاشتن رو سرشون، اونا گفتن یا رسول الله یا ابن رسول الله میشناسیمه، تو بچه پیغمبری، بچه داری منو میکشی. عبارت امام حسین علیه السلام فرمودن به ما تستحلون دمی، چرا خون منو حلال کردید؟ گفتن خفنا ترحل عطا، ما میترسیم که اگر تو رو نکشیم اون عطای ما، اون پولی که عبیدالله به ما میداد قطع بشه. برای همینجا ببین جهالت پس ندانستن نیست. جهالت کسی میداند
اما به دانسته خودش، به علم خودش، برای تعلق به دنیا، به خاطر وابستگی به دنیا نمیتونه عمل بکنه. این خیلی موضوع مهمیه. ما خیلی از خوبی ها رو میدونیم چیه، تصدیق میکنیم، تصور میکنیم، اما نمیتونیم عمل بکنیم. ما در ناحیه عمل مشکل داریم. جهالت در مقابل بیعقلیه. عقل یعنی مدیریت قوای وجودی. عقل یعنی زینب کبری. چجوری در هر صحنه بهترین رفتار رو انجام داد. عقیلت و بنی هاشم. در اونجایی که باید عواطف نشون بده برای امام حسین نشون بده. اونجایی که باید من هذه المتنکره، یا در نسخه دیگه داره من هذه المتکبره. وقتی میاد تو کاخ یزید، وقتی میاد تو کاخ عبیدالله، در نهایت عظمت و جلال و کبر و هیبت وارد میشه. اصلا ضعف نشون نمیده به دشمن، اصلا ذلت نشون نمیده به دشمن. وقتی در کوفه میاد یک سخنرانی قرا میکنه، میشه خطبه از زینب در کوفه که دل همه رو کباب کرد، دل همه رو سوزاند، به نحوی که از امام سجاد جلوی عمه جانشون رو گرفتن. فرمودن عمه جان دیگه بسه. اون کسی که میخواست عبرت بگیره عبرت گرفت. والله انت عالمتون غیر معلمه. تو واقعا عالمی هستی که به ظاهر درس پیش اساتید عادی نخوندی، خدا به تو علم داده. لذا اینا مشکل جهالت داشتن، یعنی نمیتونستن به آنچه که میدانن عمل بکنن. خود امام حسین فرمودن من شما دعوت نکردین، گفتن چرا؟ من چه گناهی کردم؟ هیچ گناهی. من بچه پیغمبر نیستن، چرا هستی؟ خب چرا میکشید؟ تعلق به دنیا، پارو تعلقش رو نتونستن بذارن، ترس داشتن و حیرت ولله. بعد حضرت فرمودن میدونید کیا شما رو کشتن؟ فقط تواضع علی من قرته دنیا، اون کسی که دنیا گولش زد. و با احده بالارذل الادنا. ببین حظ یعنی بهره. اونا چند لحظه صبر میکردن، چند لحظه پا رو نفسشون میذاشتن، ظهور امام حسین تو کوفه محقق میشد. میتونستن با امام حسین به عالی ترین درجات برسن. به قول از زهرا سلام الله علیها لو ولیتم علیا، اگر شما علی رو به ولایت میرسوندین، علی حاکم شما میشد، لاکلتم من فوق الارض، از زمین، از همین خصوصیات مادی زمین بهره مند میشدید، اقتصادتون درست میشد، سیاستتون درست میشد، آخرتتون هم درست میشد. علی رو از دست دادید، هم دنیاتون خراب شد هم آخرتتون خراب شد. دقیقاً برای امام حسین علیه السلام اینا با امام حسین بالاترین بهره رو میبردن، بهرهشون رو خیلی ارزون فروختن، یعنی عالی ترین درجه رو با چند دینار فروختن رفت برای گرفتن چند تا دینار. آره واقعا. بعد حضرت فرمودن که بذار من آخرین عبارت رو بگم که مرتبط با بحث ماست. اللهم انی اشهدک انی ولی لمن والا. ببین من ولایت رو چی معنا کردیم؟ وابستگی، دلبستگی، پیوستگی، همبستگی. وابستگی در اندیشه، دلبستگی در گرایش، پیوستگی در رفتار، همبستگی در جبهه. من یا ابا عبدالله با فدایی تو اندیشم، دلم، محبتم، رفتارم، جبهم یکیه. ولیون لمن والا. نمیگه با خودت، با خودت تو پایینتر میگه، پایینتر میگه، میفرماید که چی؟ امری لامرکم متبع، من مطیع شما هستم. قلبی لقلبکم سلم، من تسلیم شما هستم. نصرتی لکم معده، اینا رو میفرماید. اما بالا چی میگه؟ میگه نوکر نوکراتم. اندیشم، گرایشم، رفتارم، جبهم با محبین تو یکیه. ما همه با هم یه جبهه‌ایم، ما با هم یه خطیم، یه فکریم، یه جوریم. باید اینو در عمل نشون بده. این زیارت اربعینه که آی عزیزان از نشانه های مؤمن، آره همین زیارت اینقدر مهمه، قدرشو بدون. خیلی خوب. حالا هم از نشانه های مؤمنه، هم تو اون 3 جلسه‌ای که قبلا صحبت کردیم، هم این جلسه من میدیدم شما نکاتی که میفرمایید نیازه که ما در نهایت داشته باشیم که همون رابطه طولیه که درسته، رابطه عرضیه هم درست بشه. این نکاتی که فرمودید همش نشانه های مؤمنه. دقیقا. یعنی در نهایت ما باید مؤمن بشویم. دقیقا. این مؤمن اگر به شکل دست جمعی اتفاق بیفته
انشالله ما رو میرسونه به اون سرمنزل مقصود. یه فاصله بگیریم برگردیم باز صحبت پایانی شما رو بشنویم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. فرازهایی خیلی خیلی تأمل برانگیز از زیارت اربعین رو به زبان و لسان حجت الاسلام و المسلمین هدایت عزیز شنیدیم، بازم استفاده می‌کنیم. خواهش می‌کنم. من فکر می‌کنم توی جنبندیمون، اصلا جنبندی کل ماه محرم و صفرمون، این سلوک زیبایی که با مجالس امام حسین علیه السلام داشتیم، من جملاتی رو عرض بکنم. برادران عزیزم فداتون بشم، واقعا ما بهره‌مند شدیم 40 روز 50 روز از مجالس امام حسین علیه السلام و این مجالس نزد خدا خیلی ارزش داره. این روایت رو با هم کار کردیم، تجلسون و تحدثون. آیا میشینید مجلس تشکیل میدید؟ من گفتم اهل بیت به تشکیل این جلسات خیلی اهمیت میدادن. فرمودید حداث الحسین. احسن. گفتم این همین فضای مجالس ما در دنیا امتدادش میشه بهشتی که این بهشتی که خدا در قرآن وعدش رو داده اصلا قابل مقایسه با اون بهشت نیست. یعنی بهشت که در کنار امام حسین بودن برای اهل اون جلسه خیلی بالاتر و شیرین‌تر از بهشتیه که قرآن می‌فرماید که چی؟ و لحم طیر مما یشتهون و حور این که امثال لؤلؤ المکنون. اینا خیلی عظیمه، اینا خیلی شیرینه، ولی شیرین‌تر از اینها میشه و هم حداث الحسین. اون کسانی که دور امام حسین حلقه زدن و همچی که تو دنیا بهره‌مند بودن از فیض وجود مقدس امام حسین، این ادامه پیدا میکنه. بعد اومدیم تو این جلسات گفتیم خب مجلس امام حسین چه خصوصیتی داره که اینقدر مهمه و بهشتی رو برای ما ایجاد میکنه که توی اون دنیا بهشت معمولی رو ما اصلا دیگه بهش توجه نمی‌کنیم. گفتیم چه بهشتی رو ایجاد میکنه؟ گفتیم بهشت اتصال قلب‌ها با هم دیگر. بعد این موضوع مطرح کردیم که دقیقاً نقطه ضعف ما تو ظهور همین موضوع. دقیقاً. یعنی ما تارمون به امام وصل، اتصال طولی به امام داریم، اتصال ارضیمون به امام مشکل داره و این باعث شده که اون قالی زیبای تمدن مهدوی هنوز ایجاد نشده، بافته نشه. بعد اومدیم گفتیم بر اساس مجالس امام حسین قواعد این اتصال قلب چیه؟ گفتیم افراد بی‌منت برای همدیگه خدمت رسانی میکنن. تو اینجا عنوان و پست و رنگ و چهره و زبان و اینا اصلا مطرح نیست. تنها چیزی که مطرحه اتصال فرد به امام. میگه تو همین که به امام متصلی، تار منم به امام متصله، تار تو هم به امام متصله، فدات میشم. تارامون رو به هم وصل میکنیم، میشه پود، میشه جامعه. ببین ما یه حاکمیت داریم، میشه تار. یه جامعه داریم، میشه پود. فداتون بشم تا این جامعه تشکیل نشه، یعنی قلبان به هم متصل نشه، جامعه مهدوی ها ولی جامعه های معمولی هستش که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. تو تصور میکنی اینو با همن، اینو به شدت منفعت طلبن. جامعه مهدوی رو من دارم بیان میکنم. تا قلبامون به هم متصل نشه، بله ما توی این دعای عهد میخونیم که من رو توی اون بنیان مرصوص قرار بده. عبارت اینه که توی اون فضایی که بنیانش مرصوصه، قلبا به هم متصله، من اینجوری میخوام. تا این ایجاد نشه اون حاکمیت امام ایجاد نمیشه. ما قلبا متصله ولی امام بر ما حاکم هنوز نشده. باید این بله ما قلبمون به امام متصله اما امام هنوز حاکم نشده. چرا؟ چون قلبمون به هم متصل نشده. این تو مجالس امام حسین ایجاد میشه. تا اینجا روشنه؟ آره. من فقط یه روایت رو خیلی دلم میخواد بخونم برای اینکه تمرین اون تشکیل قلب هاست، اتصال قلب هاست. ما این روایت رو توی موکب‌های عزیزان عراقی عملاً دیدیم. حالا میخوایم اجراش بکنیم. معلی بن خنیس اومد پیش امام صادق گفتش که آقا من میخوام دیگه رابطه‌ام با مؤمنین درست بکنم. چه چیزایی باید رعایت بکنم؟ عملاً میخوام قلبم بهش متصل بشه. عملاً چیکار بکنم؟ بگم این کارو تو مجالس کردیم حالا از این بعد میخوایم قاعده‌مند انجامش بدیم. آره. امام صادق علیه السلام فرمودن ببین من بهت بگم میترسم عمل نکنی، قول میدی عمل بکنی؟ گفت آقا فقلت لا حول ولا قوة الا بالله، من تمام تلاش خودم میکنم دیگه کار
نیرو از خداست. بعد حضرت فرمودن ببین للمؤمن علی المؤمن، مؤمن بر مؤمن 7 حقوق واجبه، 7 حق واجبه، ولیس منها حق الا و هو واجب علی اخی، باید حتما انجامش بدی یا. بعد حضرت فرمودن ان ضیع منها حقا خرج من ولایت الله، اگر انجام ندی از ولایت خدا خارج میشی یا از اتصالت با خدا خارج میشی یا. پس شرط اتصال با خدا اتصال با همدیگه است. ولم یکن له فیها نصیب فاذا فعلت ذلک وصلت ولایتک به ولایته و ولایته به ولایتک. اگر این کار انجام بدی اتصالتون با هم برقرار میشه، اتصالتون که با هم برقرار شد اتصالتون با من برقرار میشه، اتصالتون که با ما برقرار شد اتصال با خدا برقرار میشه. اینجوریه دیگه. این مثلث باید حفظ بشه. مثلث من تو خدا، من تو امام، این باید این مثلث باید برقرار بشه و این رمز ظهوره. پس نمیتونیم بگیم عیسی به دین خود، موسی به دین خود. نه، این حرفا رو نداریم. نه، ما به هم خیلی وابسته ایم، ما به هم خیلی پیوسته ایم و باید با همدیگه هم فکر و هم نظر و هم اندیشه آرماد باشیم. فکر میکنم یکی از مهمترین آثار اون چیزی که امام حسین خیلی روش تاکید داشت، دین خیلی تاکید داره، یه ذره فراموش کردیم، مسئله امر به معروف و نهی از منکر. اصلا قاعده همینه. آره، که بی خیال همدیگه نشیم. آره، ببین ما قراره یکی باشیم، نزدیک هم بشیم با هم صحبت بکنیم. اگه تو استدلالی داری برای عقیده خودت استدلال بیان بکنی، بعد آروم آروم برای همدیگه نقدش بکنیم، خوبیاشو بگیریم، بدیاشو رها. بعد با همدیگه ببین ما باید با هم یکی بشیم. کما بدعکم تعودون، اجتماع قلوب بشه. آفرین. ما از پیش واحد اومدیم، باید هم واحد بهش برگردیم. راست میگی. کما بدعکم تعودون، ما از انا لله و انا الیه راجعون، ما از پیش خدا اومدیم، پیش خدا هم برمیگردیم، باید قلب هم متصل بشه. وحدت در عین کثرت. آفرین. خب حالا اون حقوق چیه؟ یک، ایسر حق منها ان تحب له ما تحب لنفسک، اون چیزی که برای خودت میپسندی برای داداشتم بپسند. خیلی سریع بگم، سرفصل فقط رو باید بگیم. و ثانی ان تعینه به نفسک و مالک و لسانک و یدیک و رجلک، کمکش بکن با زبون، با دست، با رفتن پیشش، با هر چی باید کمکش بکن. سه، ان تتبع رضا، یه کاری بکنی که رضایت اون حاصل بشه. نگو بی خیال میخواد دلش من ناراحت باشه، میخواد ناراحت نشه. نه، دل شکسته رو پیوند بزن. و تجتنب سخطه، نباشه ناراحتش بکنی. و رابع ان تکون عینه و دلیله و مرآته، آینش باش، عیبش خصوصی بهش هدیه بده. احب اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی، جلو جمع زایش نکن، مچشو نگیر، خصوصی با مهربونی بهش هدیه بده. پنجمیش، نباشه اون گرسنه باشه تو سیر باشی، نباشه تو پوشیده باشی اون لباس نداشته باشه، نباشه تو مشکل نداشته باشه اون مشکل داشته باشه، باید مشکلشو برطرف کنی. ششمیش، نباشه تو خادم داشته باشی اون خادم نداشته باشه، نباشه تو خانواده تشکیل بدی اون مجرد باشه، به خاطر مشکل مادی، به خاطر هر چیز دیگه نتونه همسر اختیار بکنه، تو باید کمکش بکنی اون ازدواج بکنه، کمکش بکنی اونم خلاصه مشکلش حل بشه. و آخریش، میدونم فرصت کم شد، ان تبر قسمه و تجیب دعوته، اگر همه عالم بر علیهش شهادت دادن، تو بگو داداش من اینجوری نیست، من داداشمو قبول دارم، چون داداشم به من گفته من این کارو نکردم. اگر دعوتت کرد بپذیر، اگر مریض شد به عیادتش برو، اگر مشکل داشت مشکلشو حل بکن. خلاصه تو دین، توی دستگاه سید الشهدا امام ما چیزی به عنوان به من چه نداره. به من چه وجود. خود من نتونستم این حقوق رو برای داداشام انجام بدم. اختیار دارین. ان شاء الله بتونیم برای هم دعا کنیم، بتونیم آروم آروم قلبمون رو به هم پیوند بدیم. من فکر میکنم امام حسین چون دیده ما واقعا دوستش داریم، اون تار فردی وصل شده، خودش هم داره توی سالهای اخیر یه کاری میکنه جمع کنه. یه جمله دارن از تا آقا جذبه مغناطیسی امام حسین احمد، یه آزمایشی ما داشتیم کوچیک بودیم، همه تجربهشو دارن. روی صفحه کاغذ براده های آهن رو میریختن، از زیر که آهن ربای همچین نزدیک میشد، ذره ذره این براده ها به هم نزدیک میشد یکی میشد.
این احساس میکنم این براده ها هر نفر زائران امام حسین، دلداده های امام حسین همه جای دنیا رو داره این جذبه جمع میکنه، اجتماع قلوبم میشه و ایشالله وصل شیم انشالله. خیلی صفا کردیم با کلمات شما. عوامل ندارین؟ نه الحمدلله. اجرتون با سید الشهدا مخلص محبت دارید. در غمت من سرور میبینم، من فرج را ندور میبینم، از نجف تا به شهر کرب و بلا جاده‌ای تا ظهور میبینم.